بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الأخيار أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بر شما یکی یکی عزیزان و بزرگواران و دوستان. سلامی به گرمی نور قرآن و صفای ایمان و مهر اسلام. سلام به شما یکایک عزیزانی که با صفا و صمیمیت قرآن را دوست دارید و عاشقان قرآنید و اومدید قرآن را بشناسید و بخوانید. قرآن کلام پروردگار یکتاست برای بندگانی که در پی سعادت هستند، برای حقجویان، برای کسانی که راه سعادت را می‌طلبند. این برنامه که مجموعه سلسله درس‌هایی در تفسیر قرآن کریم خواهد بود، با حول و قوه الهی، با اعتماد و توکل بر ذات اقدسش، سعی و تلاش شروع میکنیم که با سعی و تلاش آنچه که بهتر هست و بهترین است تقدیم بشه و خدمت یکایک شما عزیزان تقدیم بگردیم. و اگر که نواقصی بود از شما یکایک عزیزان انتظار و توقع انتقاد و پیشنهاد داریم. انتقادهای سازنده و پیشنهادات برادرانه شما به ما خط میده و ما را در این راستا موفق تر میکنه. ما به یکایک عزیزانی که پای برنامه ما هستند این نوید را بدیم که همونطور که در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است، دانش آموزگان قرآن کریم، آنهایی که در صدد آموختن قرآن و احکام آن هستند، 4 امتیاز دارند. ابتدا اینکه رحمت و برکت خداوند عزوجل بر آنها نازل میشه و آرامش و طمانینه‌ای که و وقاری که خداوند با قرآن نازل کرده بر قلب و روان انسانهایی که شاگردان قرآن هستند فرود میاد. فرشتگان الهی برای دلداری و برای آموختن، برای دعا و برای استغفار برای این مؤمنین که شاگردان قرآن هستند آنها را در بر میگیرند. و از همه مهمتر این که پروردگار یکتا در ملأ اعلا، در بارگاهی برین و در حضور فرشتگان مقربش از این بندگان مؤمن ذکر و یاد خیر خواهد کرد. این امتیازهای 4گانه یادتون باشه تا اینکه در هنگام گوش دادن به این برنامه که برنامه قرآن هست و برای فهم بیشتر قرآن و برای شناخت بیشتر مفاهیم قرآنی طراحی شده، این اجر و ثواب را برای خودتون بیاندازید. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. اولین مطلبی که در راستای برنامه مطرح هست، موضوع برنامه امروز هست، درس امروز که به عنوان آشنایی با قرآن کریم مطرحش میکنیم. و در این راستا ما روش کارمون را در این سلسله درس ها به طور کلی این گونه معرفی کنیم که ابتدا از درس های آینده که آیاتی از قرآن کریم مد نظر هست برای تفسیر، ابتدا تلاوت میشه با صوت یکی از قرای مشهور، سپس ترجمه روان آیات میشه و از اون پس به بیان اهمیت و فضیلت این آیات میپردازیم از خلال روایات و یا از خلال مفاهیمی که در این آیات نهفته است و در همچنین بررسی و ریشه‌یابی کلمات دشوار
از نظر لغت و از نظر ادبیات عرب هست و سپس ارتباط تفسیری این آیات نسبت به هم دیگر که این آیه اول با آیه دوم با آیه سوم چه ارتباطی با هم دیگر دارند و چه مفاهیم و چه معانی را میخوان تکمیل بکنند و همچنین نکات لغوی و بلاغی آیات رو که جز اعجازها و معجزه‌های قرآنی است رو اونجونه که علمای اهل تفسیر بیان کرده اند بررسیش میکنیم و در نهایت درس‌ها و نکات آموزنده‌ای که در این مجموعه آیات نهفته است و ما میتونیم امروز به عنوان یک مسلمان مؤمن به قرآن از اون بیاموزیم و در زندگی روزمره به کار بندازیم با هم دیگه تکرار میکنیم. باشد که این برنامه مورد قبول بارگاه احدیت و خداوند یکتا قرار بگیره و همچنین مورد پسند و استقبال و استفاده شما یکایی که عزیزان باشه. همونطور که عرض کردم در ابتدا ما بشری هستیم که با جهد و تلاش‌های و توانهای علمی خودمون این برنامه ها را ارائه میدیم و آنچه که هست چکیده از خلاصه افکار و نظریات و دیدگاه ها و فرمایشات مفسرین قرآن کریم در طول تاریخه. ما سعی میکنیم برگزیده از این کلمات مبارکشون را در اینجا و در خلال این برنامه خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. اگر در این اجتهادات، در این جمع‌بندی، در این ترتیب و در این ارائه جدید اشتباهی پیش اومد که ما سعی میکنیم نباشه انشاءالله، اگر پیش اومد منتظر انتقادهای سازنده و پیشنهادات برادرانه یکایک شما اساتید بزرگوار و پژوهشگران بزرگوار و همچنین دوستان عزیزانی که در این راستا علم و معرفتی به شناخت علوم قرآنی دارند هستیم. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. بریم سر برنامه با مقدمه‌ای که در این زمینه طراحی کردیم. برای شناخت قرآن کریم ما مسلمان ها باید به دیدگاه کلی این مسائل بپردازیم. چرا انسان در این دنیا خلق شده؟ هدف از خلق و آفرینش انسان در یک جمله خلاصه میشه: طاعت و بندگی خداوند یکتا، عبادت و بندگی خداوند عزوجل. در خلال آیه از سوره مبارکه الذاریات در جزء 27 میخوانیم: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند عزوجل میفرماید من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت کنند. الا لیعبدون یعنی مگر اینکه عبادت کنند مرا. و با این آیه هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی و طاعت خداوند عزوجل. در روایتی هم از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داریم که ایشون فرمودند که حق العباد علی الله ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق خداوند یکتا بر بندگانش اینه که تنها او را عبادت بکنند، یعنی الله را عبادت بکنند و به اون شریک و همتایی قرار ندن. و در این راستا به آیات دیگه هم اشاره میکنیم، آیه 115 و 116 از سوره مؤمنون که خداوند عزوجل میفرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم. این خطاب به کفاره، به منکرین قرآن کریم، به اونهایی که آخرت را قبول ندارند، اونهایی که بعث و روز رستاخیز را انکار میکنند. ولی به هر انسانی که این شبهه هم در قلبش باشه این آیه اون را مخاطب قرار میده. آیا پنداشته اید یا میپندارید که شما بیهوده خلق شده اید در این دنیا و به سوی ما باز نمیگردید؟ پس میخواد اینو بگی که اینطور نیست، شما بیهوده خلق نشدید، هدفمند خلق شدید و به سوی ما هم باز میگردید. این نوع به اصطلاح عبارت در قرآن کریم بهش میگن استفهام انکاری. خداوند عزوجل میخواد با یک سوال بر اونها انکار بکند و اونها را بگه که این دیدگاه و این فهم و این بینش صحیح نیست. شما بیهوده آفریده نشدید و شما در این دنیا هدفمند خلق شدید و به سوی ما هم
باز میگردید. پس خداوند عزوجل انسان را در این آفرینشش در این دنیا هدفمند خلق کرده و اون طاعت و بندگی است و در این راستا برای اون اسبابی برای راهنمایی به راه طاعت و بندگی هم فراهم کرده. و خداوند عزوجل دوست داره بندگان مؤمنش همیشه در راه ایمان و کار نیک باشند و برای اونها کفر و فسق و فجور و انحراف را نمیپسنده. همچنان که از خلال این آیه مبارکه سوره زمر میخوانیم که ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لكم. این آیه میفرماید که اگر کفر ورزیدید، اگر راه کفر را پیش گرفتید، پس بدانید که خداوند بی نیاز است شما، یعنی با این کفرتون هیچ ضرری به خداوند نمیرسانید. و اینو بدونید ولا یرضی لعباده، خداوند کفر را نمیپسنده، انحراف از دین را نمیپسنده واسه شما و دوست نداره که بنده مؤمنش، بنده‌ای که خلقش کرده برای عبادت، غیر اون را عبادت بکنه. و ان تشکروا یرضه لكم، و اگر سپاسگزاری کردید، شکر نعمت را به جای آوردید، یعنی راه طاعت و بندگی را در پیش گرفتید، خداوند بر شما رضایت میده و از شما راضی میشه. پس بنابراین این آیه به ما میگه که خداوند دوست نداره که بندگانش منحرف بشن، ولی اسبابی هم برای انحراف بشر از طاعت و بندگی وجود داشته. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. با توجه به تاریخ بشریت، با توجه به تاریخ انحراف بشریت در طول تاریخ، ما میتونیم به این 5 نکته اساسی در اسباب انحراف اشاره بکنیم. ابتدا غرور و تکبر شیطانی، همچنان که نمود آن در تاریخ بشریت را ما میتونیم فرعون طغیانگر و متکبر و همچنین نمرود را مثال زد که در دنیای خدا و با هستی خداوند و نعمتهای اون زندگی میکردن ولی ادعای خدایی کردن. این چیز جز نخوت و غرور و تکبر شیطانی در نهاد اونها چیز دیگه نبود که اونها را منحرف کرده بود. یا جا طلبی و حب ریاست که نمونه اش هامان وزیر فرعون، با اینکه حقایق را میدونست ولی تابع و پیرو موسی علیه السلام نشد، بلکه سعی و تلاشش برای براندازی به اصطلاح حرکت و دعوت و جنبش موسی علیه السلام بود. اینجا بود که حب ریاست و جا طلبی اون را از پذیرفتن حقیقت باز داشت. همچنین شهوت مال و زراندوزی که نمونه آن قارون در طول تاریخ و بسیاری از یهودیانی که قرآن کریم به صراحت درباره صفات یهود گفته است که اونها اینقدر دنیا دوست هستند که خیال میکنند صدها سال بلکه ابدیت در این دنیا باقی خواهد ماند. پس بنابراین شهوت مال یا زراندوزی هم یکی از موانع طاعت و بندگی یا یکی دیگه از اسباب انحراف انسان به سوی کجروی ها بوده. همچنین مبالغه گویی و گزافه گویی و افراط و غلو که نمونهش نصاراست در طول تاریخ و قرآن در این زمینه درباره اهل کتاب گفته فرموده است که یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله غیر الحق. ای اهل کتاب، که مرادی در اینجا به خصوص هرچند که اهل کتاب یهود و نصارا هستند، ولی نصاراست به خاطر اینکه نصارا مبالغه گویی زیاد کردند و گزافه گویی زیاد گفتند و غلو و افراط کردند در حق مسیح علیه السلام و آن را به خدایی رسوندند و تا اون حدی که به اون صفت خدایی دادند. و همچنین سایر مشرکین در طول تاریخ، مشرکین قریش، مشرکین شبه جزیره و مشرکینی که قبل از اونها بودند یا بعد از اونها اومدند، همه اینها سبب انحرافشون گزافه گویی، غلو و افراط بود. و همچنین جهالت و دوری از پیام الهی و غرق در دنیا و مشاغل اون، این شعله و کار عامه مردمه. اکثر مردم حقیقت رو به وجه در صورت واقعی خودش نمیتونن بفهمن و لذا بهانه میگیرن که ما اونطور که آبا و اجدادمون زندگی میکردن اونگونه زندگی میکنیم. ان وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. و در آیه بعدیش و انا علی آثارهم
مهتدون. ما آبا و اجدادمون را با این راه و رسم یافت و آیین دیدیم و یافتیم و بر این روششون که اقتدا میکنیم و بر همین روش زندگی میکنیم، در حالی که این حجت نیست برای کسی که خداوند ضمیر بهش داده، وجدان بهش داده، فطرت پاک بهش داده، گوش رو که سمع خداوند معرفی کرده و چشم حقیقت بین و گوش حقیقت شنوا و از همه مهمتر قلبی که حقیقت را به حقیقت پی میبرد و خداوند بارها تأکید کرده که یکی از بهترین نعمت هاست. هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خداوند اون ذات اقدسی است که برای شما شنوایی و بینایی و قلب آفریده، ولی کم هستند از شما کسانی که سپاسگزار باشند. یعنی از این نعمت ها خوب استفاده نمی کنند، شکرانه این نعمت ها را در جایگاه خودش آنطور که شایسته و بایسته است ادا نمی کنند. پس بنابراین نمیتونه انسان استفاده بکنه. اینجاست که ما میگیم دوستان و عزیزان، اگر میخواهیم که واقعا از قرآن لذت ببریم، استفاده ببریم و راهنمایی بجوییم و هدایت بطلبیم، باید گوشهایمان را برای شنیدن حقیقت از خلال قرآن باز بکنیم. باید چشمهایمان را برای دیدن حقایق از خلال آیات قرآن کریم بگوشیم و همچنین برای پذیرفتن حقیقت قلبهایمان را آماده کنیم تا اینکه حقایق را در اون جا بدیم، و الا نمیتونیم که پیرو و مطیع و مؤمن به قرآن باشیم. بعثت انبیا این یکی دیگر از لطف و عنایت پروردگار عزوجل در کنار این مثلا لطف و عنایت های پروردگار به انسان برای سوق دادن اون به سوی خیر و خوبی ها. دو سبب همیشه خداوند فراهم کرده، یکی فطرت و سرشت پاکی که در ذات انسان قرار داده. هر انسانی ضمیرش پاکه و وجدانش از روز اول بر سرشت پاک و طینت انسانی خوب آفریده شده است. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. اگر به نونهالانی که تازه به دنیا اومدند و تازه دنیا را میبینند و با اونها با دنیا آشنا میشن زندگی کنید، میبینید که دروغ و کجروی بلد نیستند. صفا و صمیمیت از سر و اندام اونها میباره، همش راست و حقیقت هستند، دروغ بلد نیستند، غش بلد نیستند، کلاهبرداری و تدلیس بر مردم بلد نیستند، حقایق را دوست دارند. هرچی بهشون بگی به عنوان یک حقیقت میپذیرند. چرا؟ چون قلب اون پاکه، وجدانش پاکه و به همین خاطر خداوند همیشه سعی کرده با مخاطب قرار دادن این فطرت ها، انسان هایی که کج رفتند و قلب و فطرتشون رو سیاه کردند دوباره بر بگردند. مشهور است در تاریخ اسلام که عده‌ای اندک و انگشت شمار به عنوان حنفا، یعنی کسانی که خودشون را بر دین ابراهیم خلیل علیه السلام معرفی میکردند، در شبه جزیره زندگی میکردند، با اینکه شبه جزیره مهد شرک شده بود. در کنار خانه کعبه 360 بت کاشته بودند و اون رو عبادت میکردند. نظر و نیازشون، قربانیشون، طلبها و حاجتهایشون، نمازهایشون، دعاهایشون همه واسه این بت‌ها بود، در حالی که عده انگشت شمار این چیزها را اصلا قبول نداشتند. وقتی ازش سوال میشد که مگه شما بر دین آبا و اجدادتون نمیتونید زندگی کنید، میگفتند که ببینید، یکی از اونها جواب بسیار عاقلانه میده، میگه خداوند از آسمان باران نازل میکنه و از زمین، دل زمین هم واسه ما گیاه و درخت و میوه سبز میکنه. اون وقت ما با دستان خودمون که قدرت خداوند در ذات ما قرار داده میچینیم و استفاده میکنیم، میخوریم، بیاییم این شکرانه این نعمت ها را واسه این بوتی که با دست خودمون تراشیدیم، یا از سنگ یا از چوب یا از طلا و نقره است و یا امثال اونها، با دست خودمون ساختید، این توانی ندارد، این نفعی ضرری نمیرسانه، اون را عبادت بکنیم. این عقل بشری را زیر سوال میبره و وجدان پاک انسانی را مخدوش میکنه. اینجاست که قرار دادن ضمیر و وجدان و فطرت و سرشت پاک در انسان یکی از بهترین و عظیمترین نعمتهای انسان است که خداوند فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، ما
بنی آدم را، جنس انسان را مکرم و معزز کردیم با عقل، با فطرت پاک و همچنین با ارسال رسول و انبیا در طول تاریخ. اونهایی که قدرت شعور، قدرت درک و شعورشون اونقدر ضعیف شده بود که نمیتونستن فطرتشون را دوباره زنده کنند، پیامبرانی در طول تاریخ از جنس خودشون بهترین انسانهای زمانه را انتخاب میشدند تا اینکه پیام حق را از خداوند بگیرند با واسطه جبریل و اون وقت به بنی نوع خودشون که همون انسانهای زمانشون باشند برسونند و اونها رو دوباره به راه حقیقت معرفی کنند. و هیچ قومی نبوده مگر اینکه در میان آنها پیامبرانی مبعوث شده. در مورد فطرت انسانی ما به دو آیه اشاره میکنیم. یکی آیات 7 و 8 از سوره شمس که خداوند عزوجل فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند، واو در اینجا واو قسمیه است، واو سوگنده. خداوند سوگند یاد میکند به نفسی که خداوند با دست خودش اون را خلق کرد. آدم اول ابوالبشر به دست مبارک الله سبحانه و تعالی رو درش دمیده شده و خلقت بیدی فرمود. و ما سواها یعنی و اون چه که در اون قرار دادیم، یعنی سوگند به نفس بشری که ما اون را مهیایش کردیم، آمادهش کردیم و در این شکل و جمال و زیبایی خلقش کردیم. پس فالهمها فجورها و تقواها، پس قرار دادیم یا الهام کردیم یا قرار دادیم در این نفس هم کجروی ها را و هم تقوا و پاکی ها را. یعنی به همین خاطر انسان در معرکه آزمایش و ابتلاست. خداوند اون آزمایش میکنه چون نفس بشریت هم گرایش به خوبی ها درش نهفته شده، هم گرایش به بدی ها. اونجاست که اختیار با خودش میمونه کدام را اختیار کند و کدام را انتخاب کنه. همچنین در آیه بعدی از سوره الانسان انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. به راستی که ما آفریدیم انسان را از نطفه گم دیده تا اینکه آزمایشش بکنیم. سر این که خداوند بارها ذکر میکنه ما از نطفه گندیده یا لزج یا نرم و امثال اون میخواد انسان را از اون نخوت و غرور منیت و کبر و غرور شیطانی خارج بکنه، بربگردونه به اصل خلقتش که ای انسان چیزی نبودی، ما شما را در این شکل و زیبایی و عظمت و عقل و عزت و کرامت آفریدیم تا اینکه آزمایشت بکنیم. نبتلیه یعنی ما آزمایش بکنیم انسان را. فجعلناه پس او را قرار دادیم سمیعا بصیرا، ما انسان را شنوا و بینا قرار دادیم. شنوا به خاطر اینکه حقایق را که قرآن براش نازل کرده یا وحی نازل کرده از خداوند بشنود و اون وقت راه حقیقت را ببیند، در اون راه حرکت بکنه. انا هدیناه السبیل، ما انسان را به راه حقیقت آشنا کردیم، هدایتش کردیم. و اینجا هدایت منظور هدایت توفیق نیست بلکه هدایت ارشاده، چون هدایت در قرآن کریم به دو واژه مختلف از یا متکامل از استفاده میشه. یک نوع هدایت هدایت راهنمایی است. بهتون میگن که این راه درسته، این راه درست نیست، این کار خوبه، این کار بده. این کار پیامبران، مصلحان، دعوتگران در طول تاریخ بوده و همچنان که قرآن پیامش را به خاطر همین فرستاده و کسی را مجبور بر پذیرفتن این حقایق نکرده. انسان آزاد است، اختیار داره، میتونه حقایق را بپذیره و میتونه این حقایق را پشت سر بگذاره. انا هدیناه السبیل، ما راه را به شما، راه منظورش راه حقیقتی است که خداوند دوست داره، به شما نشون دادیم، به انسان ها نشون دادیم. حالا اما شاکران، یا انسان ها شکرگزار هستند یعنی راه حقیقت را انتخاب میکنن، یا چی هستن؟ کفور هستن یا منکر حقایق میشن و اونو پشت سر میگذارن. در مورد بعثت انبیا ما آیات بسیار زیاد و متعدد در قرآن کریم داریم و میخوام به 3 آیه فقط اشاره کنم. در آیه از سوره فاطر خداوند عزوجل میفرماید انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، به راستی که ما شما را با حقیقت بشیر و نذیر یعنی بشارت دهنده و ترساننده و بیم دهنده فرستادیم، مبعوث کردیم، برانگیخته کردیم. و این من امت الا خلا فیها نذیر،
و همچنین غیر از شما هیچ امتی نبوده، هیچ قومی نبوده قبل از شما مگر اینکه در میان آنها بیم دهنده و منظور پیامبری ظهور کرده. چرا بیم دهنده آمده نظیر و با صفت دیگه ذکر نشده؟ به خاطر اینکه پیامبران در زمانی مبعوث میشن که مردم در اوج شرک و کفر و الحاد و انحراف زندگی میکنن. پس بنابراین پیامبری که مبعوث میشه در همچون وقتی کاری جز ترساندن از عقاب سخت خداوند در دنیا و آخرت نداره. مردم را باید بترسونی از این حقایقی که وجود داره ولی مردم قبولش ندارند یا فراموشش کردن یا در غفلت در اون هست زندگی میکنند. و اینجاست که این من امت الا خلت فیها نذیر. و همچنین در آیه دیگر از سوره نحل میخوانیم که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و به تحقیق ما برانگیختیم، مبعوث کردیم در هر امتی، در هر قومی پیامبری را که رسالتش و دعوتش این بود، پیامش این بود ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این که خدای یکتا را عبادت بکنید و از طاغوت اجتناب بپرهیزید. طاغوت یعنی چی؟ هر چیزی که غیر از خدا مورد پرستش و بندگی قرار بگیره بهش میگن طاغوت، ولی به شرطی که خودش راضی باشه. به شرطی که خودش راضی باشه. این قید را به خاطر اون میدیم که ممکنه انسانهایی در طول تاریخ بشریت مثل نصارا مسیح را عبادت بکنند ولی حضرت مسیح یک طاغوت نیست، هرچند که مورد پرستش قرار میگیره. در حالی که فرعون و نمرود چون خودشون دعوتگر به سوی عبادت به سوی خودشون هستند و راضی از این کار هستند، طاغوتند. و همچنین هر بتی که ساخته و پرداخته دست انسان باشه، خدایان دروغین روی زمین همه بت هستند و اینها طاغوت شمرده میشن و باید از اون اجتناب کرد و دوری کرد. و همچنین در آیه دیگر از سوره رعد میخوانیم که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. یعنی و میگویند کسانی که کفر ورزیدند که کاش میشد آیه‌ای بر اون نازل میشد از جانب پروردگارش. پیامبر میفرماید، خداوند به پیامبرش دستور میده که به راستی که شما بیم دهنده‌ای و همچنین برای هر ملتی ما راهنمایی فرستادیم که همون هاده، پیامبری مبعوث کردیم. امیدواریم که در درس آینده بتونیم از خلال این آیات و آیات ما قبل انشاءالله این مبحث رو ادامه بدیم که خداوند عزوجل خواسته بشریت در اوج خوبی ها زندگی کنند، ولی انسان طغیانگر و هوسران و غافل از حقایق آخرت این مبادئ و این اصول و این حقایق را فراموش کرده. در درس دیگه ما به این حقیقت میتونیم برسیم که چرا قرآن کریم و همچنین پیام‌های متعدد در طول تاریخ نازل شده و تا اینکه بشریت را به حقایق خدا پسندانه آشنا بکنند. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تا دیداری دیگر، خدایا رو نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.